We have a newborn son. ما یک فرزند نو تولید شده داریم. سلام علیکم دوستان زبان‌آموز. خوش آمدید به کانال ما Englishkada. در امروزه ویدیو میخواهم با شما چطور درباره اویلا صحبت نمودن در زبان انگلیسی را آموزانم. بیایید رفتیم. Asking about family. پرسیدن درباره اویلا. Do you have a big family? آیا اویله شما کلان است؟ Yes, my family is big. بله، اویله من کلان است. No, my family is small. نه، اویله من خرد است. There are 10 people in my family. I have 2 sisters, 1 brother, my uncle and aunt, 2 grandparents, and my grandparents of course. ما در اویلا 10 نفر هستیم. 2 خواهر، 1 برادر، تقا و عمه، بیبی و بابایم و البته که پدر و مادرم. There are 4 people in my family. My wife, my 2 sons, and myself. ما در اویلا 4 نفر هستیم. همسرم، 2 پسرم و خودم. Do you live alone? آیا شما تنها زندگی میکنید؟ Yes, I do. بله. Do you live with your family? آیا شما با اویلتون زندگی میکنید؟ No, I don't. نه. Ali and his family live together. علی با اویلش یک جای زندگی میکند. Asking about brothers and sisters. پرسیدن درباره برادر و خواهر. How many brothers and sisters do you have? شما چند برادر و چند خواهر دارید؟ I have 1 brother and 2 sisters. من 1 برادر و 2 خواهر دارم. Are your brothers and sisters older or younger? برادر و خواهرانتون کلان یا خرد هستند؟ I have 2 older brothers and 1 older sister. I'm the youngest in the family. من 2 برادر کلان و 1 اپا دارم. من در اویلا خردترین می باشم. I just have 1 brother who's 5 years older than me. من تنها 1 برادر دارم که از من 5 سال کلان است. I'm the 4th child and I have 2 older brothers and 1 small sister. من 4مین فرزند هستم. من 2 برادر کلان و 1 خواهر خرد دارم. I'm the middle child. My brother is 2 years older and I have a small sister. من فرزند میانه هستم. برادرم از من 2 سال کلان است و 1 خواهر خرد دارم. I'm an only child. من یگانه فرزند هستم. Umar is the oldest, smallest in the family. عمر در اویلا از همه کلان، از همه خرد می باشد. His brother is older than him. He is 23. برادرش از او دیده کلانتر می باشد. او 23 ساله است. Asking about children. پرسیدن درباره فرزندان. Do you have children? آیا شما صاحب فرزند هستید؟ How many kids do you have? شما صاحب چند فرزند هستید؟ I have 3 kids. 2 girls and a boy. من صاحب 3 فرزند هستم. 2 دختر و 1 پسر. We have a newborn son. ما 1 فرزند نو تولید شده داریم. We have 1 daughter
and my wife is expecting our second child. ما یک دختر داریم و همسرم حامله‌دار است. Big small family. oilai kalon خرد. Grandfather بابا. Grandmother بیبی. Parents پدر و مادر. Father dad پدر. Mother مام مادر. Uncle عمک تاغا. Aunt خاله عمه. Husband شوهر. Wife زن. Brother برادر. Sister خواهر. Son پسر. Daughter دختر. Nephew جان پسر. Niece جان دختر. Cousin پسر یا دختری عمک خاله. Grandson نبیره پسر. Granddaughter نبیره دختر. Relatives خویش و تبار. Brother-in-law دادر عروس یا زن. Sister-in-law خواهر زن یا که زنی برادر. Get married oila dor شدن. Live together یک جویا زندگی کردن. Be expecting oila dor بودن. Be born تولد شدن. Be divorced جدا شدن. His parents are divorced پدر و مادر او جدا شدند. خوب زبان‌آموزان عزیز، ویدیو اینجا به آخر میرسد. تا ویدیوی آینده، خدا حافظ.